و همچنان از دوستا و برادرایی که از آلمان، از ولایت دورماگین، از دورماگین آلمان مبلغ 65700 افغانی را در کمیسیون مساعدت نمودن روان کردن. از اونها هم تشکر میکنیم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. چگونه زلزله رخ داد و عزیزتون چگونه از دست دادین صحبت داشته باشید؟ هغه لغی خو زلزله سیسته لغی کوټی نه راوتله دوه واړه پاته صدري واړه هلته پاته صدري سي رامنډه کدل ته پاته سل لپاسه کور پی راچا پس برنده پی راچا دا شهید اصلا. اینجا تاول دو خانه ما زندگی میکردیم. فعلا در ویران تبدیل است. یک خارزادای من بود زخم شده بود، سرش کپانده بود. یعنی فعلا اینقدر این ویرانه که میبینیم تو آسیب دیده است. دمی فصل زمستان، دمی که روز به روز هوا سرد شده میره، کسایی که کمک میکنن دستی فقرا، دستی کسایی که آسیب دیدن میگیرن، چی گفتنی دارین برشون؟ خیر کوستم خانه صحبت نمیش بزده کنشنده که غریبال مسکه بزده کمک کنم بسن ساقم بس خانه سورگم بس و خدا سراسم خدا از نبات کوقسم کی چه چیزایتون دم زلزله تخریب شده و چه چیزایتون از دست دادین؟ سه وتا ما امروز در قريه یاقتمشق لرغان مرکز ایبک قرار داریم. یک تعداد از فامیلایی که واقعا متضرر شده بودند امروز از طرف کمیسیون موظف سروی صورت گرفت و برایشان پول نقد که تعدادشان تقریبا به 10 فامیل میرسند امروز ما توزیع میکنیم. و همچنان از دوستا و برادرایی که از آلمان، از ولایت دورماگین، از دورماگین آلمان مبلغ 65700 افغانی را در کمیسیون مساعدت نمودن روان کردن. از اونها هم تشکر میکنیم. خانهشان آباد، قربان احساسشان که از اونجا لطف کردن، زحمت کشیدن، اما احساس همدردی و وطنداری در وجودشان بود که پول در کمیسیون موظف روان کردن. از اونها هم بجاست که ما با نمایندگی از تمام اعضای کمیسیون و مردم سمنگان از اونها هم تشکری و قدردانی بکنیم. ان شاء الله کمک‌های ما جریان داره. دوستا و عزیزایی که ما را بیننده هستند کوشش بکنن که یک مقدار پول، یک مقدار چیزی که لازم میبینند در کمیسیون روان بکنن تا. بسم الله و صلوات و سلام علی رسول الله. عزیز قسمی که شما مشاهده میکنین، امروز روز پنجشنبه 22 اکتبر سال 1404 ما در منطقه لرغان در قریه مرحوم حاجی محمد علم در مسجد اسماعیل ذبیح الله همراه یک تعدادی از اعضای کمیسیون محترم ما در اینجا آمدیم. از خانه حاجی صاحب سردار ولی که اینا در زلزله چند روز قبل یک شهید هم دادن، از اینجا دیدن کردیم و از امو کمک هایی که برادران عربستان سعودی برای ما ارسال کردن و یک دوست ما امروز از آلمان پول فرستادن. از امو پیسه ما امروز 15000 افغانی همراه از اونا کمک میکنیم. دیگه متباقی جریان خودی کاکای محترم برای شما تشریح میکنم. دغلته مونږ په زلزله کې په هغه مغه ورځ چې یوه بجه زلزله وشوله مونږ دلته دننه اتاق کې پاتې شو. یو 15 کلنه وريره مې وه، هغه بیرون چې دغه کوټې زلزله راولیدله دغه شهیده شوه. نور درس دلته لاندې تقریبا دننه کوټه کې پاتې شو. مونږ سره دغلته دا جمع هم راغی، کوټې اتاقونه هم پاک چپس لل. نو هغه حالات چې راووتلو په ځان پوه نه شو چې وخت مې ماشومان حساب کړ، د خپل د ورور کور مې ولیده چې دا غټه مشره نجلۍ دا د کوټو نه لاندې په دا کلیوال دا داسې قومي راغله، بیا هم دا د دې اتاق نه راوښکل. تاسو چې موږ سره کوم همکاري کومک کړی خیر ویسي، مننه د دې کومک نام. سلام علیکم. ای برادر تو همان اندیشه مابقی استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی ور بود خاری ازم کش شوی. بسیار یک سروی منظم، یک سروی دقیق که بیخی دیگه نه کدام خیشخوری بوده نه کدام گپ بوده، فقط هم مستحق اصلی هر کسی که دمو خانه‌اش تخریب شده بوده واقعا به ما آدم رسید که ان شاء الله کدام مشکل نیست. ما به اطمینان میدیم از البته از سایه گذر شهرک دوم و همچنان ما امروز هم همراه کمیسیون هم بودیم که ان شاء الله کدام گپی در بین نیست. فقط همون کسی که مستحق اصلی است، کسی که آسیب دیده، برای همه آدم کمک‌ها در دست خود همه آدم تسلیم شده، دیگه هیچ کدام مشکلی نیست. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند دست علیا خیر من ید السفلی، دست بالا، دستی که خیر و سخاوتش برای مردم میرسه، برای نیازمندان میرسه، بهتر است از دستی که دستش برای مردم
نمیرسه و خدمتش برای مردم نمیرسه و خدمتی نداره. پس بنابراین باز هم سپاسگزاری میکنیم از کسایی که در همچون شرایط دشوار در کنار مردم آسیب دیده، در کنار مردمی که واقعا متضرر هستند در همچون شرایط، در شرایط فصل زمستان که روز به روز هوا سرد شده میره، کمک میکنن برای مردم، دستیاری دراز میکنن برای مردم. خداوند اجر و پاداش و نصیبشان بگردانه. این بود گزارش همدلی و همدلی هم امی است که در کنار یکدیگر باشیم و در غم اونا خود سهیم بدانیم.